درود عزیزای دلم، شمیم هستم، راوی قصه های شما در داستانهای شهر. الهی هر کجای این سرزمین و مرز و بوم هستید حال دلتون خوب باشه. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال، لایک، کامنت و شیر کردن و پست کردن داستانها برای دوستانتون فراموش نشه. دوستای عزیزم، این روزا حمایتتون خیلی ضعیف شده. خوشحال میشم که مثل گذشته ها منو حمایت کنید. بشنویم سرگذشت شنیدنی مرسادو. کارای هلدینگ عقب افتاده بود و باید هرچه سریعتر جمعشون میکردم. هرچی توی سایت میگشتم بلیت هواپیما به سمت تهران پیدا نمیشد، در حالی که باید تا ظهر روز بعد خودمو به محل قرار میرسوندم. ساعت 12 شب بود و وقت خیلی کمی داشتم. تا تهران تقریباً 11 ساعت راه بود و من باید این مسیر رو توی 9 ساعت میرفتم. تصمیممو گرفتم خودم با ماشین برم. سریع سویچو برداشتم. همون لحظه نیوشا خانمم جلو راهمو گرفت و گفت مرساد بذار باهات بیام. من نمیتونم بذارم تنهایی بری. میدونم میخوای با سرعت زیادی رانندگی کنی. گفتم نه نیوشا، نمیتونم تو رو با خودم ببرم. اینجا هم کلی کار عقب افتاده داریم. باید تو جمع و جورشون کنی. بیشتر از این وقتمو نگیر. نگاه‌های پر از التماسش و نادیده گرفتم و راه افتادم. با سرعت 160 میرفتم. میدونستم دوربینا سرعتمو ثبت میکنن و جریمه میشم، اما برام مهم نبود. مهم این بود که سر قولم باشم و کارامو به موقع برسونم. هر یه ساعت گوشیم زنگ میخورد، ولی وقت اونقدر تنگ بود که نمیرسیدم جواب بدم. حدود ساعت 9 صبح رسیدم تهران. اونقدر خسته بودم که دیگه نمیتونستم چشامو باز نگه دارم، اما مجبور بودم سر حال بمونم. یک کاپ قهوه خوردم و رفتم سراغ کارای عقب افتاده. وسط کارا به نیوشا زنگ زدم و گفتم الان باید بریم متروپول. سندی که پیش مهندس هست و ببری پیش رئیس هلدینگ، اون منتظره. با تردید گفت کسی دیگه ای نیست جای من بفرستی؟ خودمم کلی کار دارم. گفتم نه، باید خودت بری. این اسناد نباید دست هر کسی باشه. رئیس فقط به من اعتماد داره و منم به تو. به کارام ادامه دادم تا اینکه حدود ساعت 12:30 بود که به نیوشا زنگ زدم. گوشیش خاموش بود. عجیب بود. اون هیچ وقت گوشیشو خاموش نمی کرد مگه اینکه اتفاقی افتاده باشه. چند بار دیگه زنگ زدم، باز خاموش بود. دلم بدجوری شور افتاده بود. حدس زدم هنوز متروپوله. به یکی از کارگرای متروپول زنگ زدم، اونم گوشیش خاموش بود. این نمیتونست اتفاقی باشه. به رئیس هلدینگ زنگ زدم، اونم خاموش کرده بود. مطمئن شدم یه اتفاقی افتاده. همون لحظه یکی از کارمندای اداره داد زد ای وای ای وای، متروپول ریخته. با شنیدن این جمله انگار یه پارچه آب یخ ریختن رو. گفتم چی میگی تو؟ صفحه گوشیش آورد جلو، گفت نیم ساعت پیش این اتفاق افتاده. دنیا روی سرم خراب شد. خدا خدا میکردم نیوشا اون لحظه توی ساختمون نبوده باشه. دست و پامو گم کرده بودم. چطور میتونستم این همه فاصله رو برگردم آبادان؟ به نیما برادر نیوشا زنگ زدم. انگار سر کار بود. گفتم خبر داری چی شده؟ گفت نه، چی شده؟ گفتم نمیدونی؟ تو اون شهری و متروپول ریخته ولی تو خبر نداری؟ همین الان برو ببین، نکنه نیوشا اونجا بوده باشه و تو آوار گیر افتاده. اونم بدون معطلی رفت سمت متروپول. وقتی دوباره تماس گرفتم گفت مرساد اینجا فاجعه است. اگه نیوشا تو آوار مونده باشه بعید میدونم زنده بیرون بیاد. گفتم اون باید زنده باشه. من هنوز بهش نیاز دارم، حتی اگه ناقص باشه، فقط زنده باشه. گفت امیدوارم که زنده باشه. خیلی آسیب دیدن، خیلی همون بالا گیر کردن. وقتی نیما فیلم واضحی از آوار و فرستاد تازه عمق فاجعه رو فهمیدم. تصمیم گرفتم برگردم شهر، هرچند با اون حال خراب نمیتونستم رانندگی کنم. وقتی خواستم سوار ماشینم شم، همون کارمند اداره صدام زد و گفت آقا با این حالتون نمیتونید رانندگی کنید. تازه وقت زیادی هم میگیره. من به یکی از این شرکت‌های هواپیمایی زنگ زدم، تونستم یه بلیت پرواز به اهواز برای 2 ساعت دیگه بگیرم براتون. ماشینتونم امانت پیش خودم میمونه. بعدن یا خودم میارم یا شما میایید میبرید.
یه گره بزرگ از مشکلاتم رو باز کرد. زبونم بند اومده بود. نمیدونستم چطوری ازش تشکر کنم. دستشو گذاشت رو شونم و گفت قصه نخور برادر من. امیدوارم که خانمت آسیب جدی ندیده باشه یا اصلاً تو ساختمون نبوده باشه. ای کاش میتونستم امیدوار باشم، ولی خودم فرستاده بودمش تو اون ساختمون لعنتی. 1000 بار خودم و لعنت فرستادم. تقریبا از اون ساعتی که گفت بلیت برات رزرو کردم تا ساعتی که رسیدم آبادان حدود 4 ساعت طول کشید. ولی خب بالاخره رسیدم. مستقیم رفتم متروپول. همه مردم دور ساختمون جمع شده بودن. ساختمونای کناری هم آسیب دیده بودن. ماشینای پارک شده تو خیابون داغون شده بودن. آدما تو طبقات بالا گیر کرده بودن و همه میترسیدن بقیه ساختمونم بریزه. هرچند احتمالش زیاد بود، اما دعا میکردم نیوشا اونجا باشه و بتونم سالم بیرونش بیارم. نیما روی زمین نشسته بود و در حال گریه کردن بود و زانوهاشو تو دستاش گرفته بود. وقتی منو دید با ناراحتی نگام کرد و گفت من چجوری به مامانم بگم نیوشا اینجا بوده؟ اون که ناراحتی قلبی داره، اصلا نباید این مسئله به گوشش برسه. ولی الان اگه زنگ بزنه به نیوشا و گوشیش خاموش باشه نگران میشه. اون هر روز به نیوشا زنگ میزنه و ساعتها باهاش حرف میزنه. هنوز حرفامون تموم نشده بود که گوشیم زنگ خورد. مادر نیوشا بود. بدجوری تو مخمسه افتاده بودم. چی باید بهش میگفتم؟ اولش ترجیح دادم جوابشو ندم، اما اگه جواب نمیدادم شک میکرد. تماس و وصل کردم. بعد از سلام و احوال پرسی گفت نیوشا کجاست؟ چرا گوشیش خاموشه؟ اومدم خونتون، کسی نبود. خشکم زده بود. مونده بودم چی بگم. یه فکری به ذهنم رسید و گفتم مادر، نیوشا اومده تهران پیش من الان تو شرکتم. کارمو تموم کنم میرم سوئد. با شما تماس میگیرم. فکر کنم شارژ گوشیش تموم شده. شارژرم با خودش نیاورده. نمیدونم چجوری این دروغو سر هم کردم و تحویلش دادم. اونم انقدر ساده بود که باور کرد. اما این دروغ تا کی میتونست جواب بده؟ بالاخره که دوباره زنگ میزد و من مجبور میشدم جواب بدم. اون وقت چی باید میگفتم؟ آخرش همه چی رو میفهمید. فقط امیدوار بودم تا اون موقع نیوشا پیدا بشه. هرچند تو اون شرایط تقریبا محال بود. شب دوباره زنگ زد. نتونستم جواب بدم. نیما تصمیم گرفت همه چی رو به خانواده‌اش بگه. رفت خونه‌شون و من شب کنار متروپول موندم. از رئیس خبری نبود. میگفتن که فرار کرده. هیچ کدوم از مسئولای هلدینگ تو شهر حضور نداشتن. هر نیم ساعت یه جسد از زیر آوار بیرون میکشیدن و هر بار فکر میکردم جسد نیوشاست. اما وقتی میدیدم خودش نیست یه ذره امیدوار میشدم که اون زیر نباشه. تقریبا چند روزی از آواربرداری گذشته بود که میگفتن همه اجساد رو در آوردن، اما خبری از نیوشا نبود. امدادگران همچنان مشغول آواربرداری طبقات بالا بودن. تصمیم گرفتم یه سر به اون قسمت بزنم، شاید نشونه‌ای پیدا کنم. تا وارد اون طبقه شدم چشمم افتاد به یک کیف خاک خورده که وسط سالن افتاده بود. یه ندای درونی بهم گفت این مال نیوشاست. وقتی خاکو از روش تکوندم مارک و آویز کیفشو دیدم. مطمئن شدم مال خودشه. این یعنی نیوشا تا لحظه آخر تو ساختمون بوده. ولی اگه اونجا بوده پس جسدش کجاست؟ یعنی ممکنه جزو اون اجساد ناشناس باشه. نه خدا نکنه. کیفو باز کردم. با دیدن اون اسناد دنیا دور سرم چرخید. اون همه سند تو کیف نیوشا چی کار میکرد؟ چرا من از اینا خبر نداشتم؟ نیوشا هیچ وقت چیزی ازم مخفی نمیکرد. چی باعث شده بود این بار پنهون کاری کنه؟ اسناد مربوط به هلدینگ رقیب بود. این یعنی پشت سر من با هلدینگ رقیبمون همکاری داشته. 1000 تا سوال توی ذهنم میچرخید. با صدای یکی از امدادگرا به خودم اومد که گفت آقا باید بیایید پایین. موندنتون اینجا امن نیست. پاهام سنگین شده بودن. به زور قدم بر می داشتم. به پایین که رسیدم نیما منتظرم بود. وقتی ماجرا رو براش تعریف کردم تعجب کرد و گفت نیوشا دست به همچین کاری بزنه؟ محاله. من خواهرم رو خوب میشناسم. اون سرخود دست به همچین کاری نمیزنه مگه اینکه مجبورش کرده باشن. اون لحظه حس کردم هلدینگ رقیب از نیوشا خبر داره. از من جذب کردم و رفتم سمت دفترشون. رئیس هلدینگ یه مرد عیاش و خوشگذرون بود. تو همچین روزایی خواب بود. کارای شرکت و پسرش میچرخون. وقتی منو دید پوزخندی زد و گفت بالاخره قانع شدی بیای با ما همکاری کنی؟ خانمت خیلی زرنگ‌تر از تو بود. زود قانع شد و با ما همکاری کرد. گفتم من برای همکاری نیومدم.
اومدم چون طبق یه سری اسناد فهمیدم که خانومم با شما همکاری داره و دلیل مفقود شدنش موندنش زیر آوار نیست، بلکه پای شماها وسطه. یه تای ابروش رفت بالا و گفت به ما چه؟ خانومت با ما همکاری میکرد، اما ما دستی توی مفقود شدنش نداریم. برو ببین کجا رفته که خودت خبر نداری. اون به یه چیزی اشاره میکرد. اخمامو تو هم کردم و گفتم نیوشا هیچ وقت چیزی از من مخفی نمیکرد، مگه اینکه مجبور شده باشه. من مطمئنم که شما مجبورش کردید. بگید کجاست. اونم اخماش رفت تو هم و گفت عجب گرفتاری شدیم. خانومت با ما همکاری میکرد. ما دستمزدشو میدادیم، فقط با هم در تماس بودیم. گاهی برای تبادل اسناد و معاملات میومد. روزی که ساختمون متروپولی قبلش اومده بود اینجا، اسناد معامله رو برداشت تا برسونه به شرکت مورد نظر. نمیدونم چی شد که سر از متروپول در آورد. ما نفرستاده بودیمش اونجا. اتفاقا کار ما رو هم عقب انداخت، چون اسناد همراش بود و هنوزم کارمون گیره. فکر شیطانی به ذهنم رسید. با خودم گفتم حالا که نیوشا رفته فقط خدا میدونه الان کجاست. در ضمن اون که پشت سر من کلی کارای عجیب کرده و کلی هم پول به جیب زده. الان وقتشه که خودمم. گفتم حالا اگه اون اسنادو برای شما بیارم چقدر به من میدید؟ با عجله به سمتم اومد و گفت مگه اسناد دست توه؟ شونم و بالا انداختم و گفتم فرض کن که دست منه. سوال منو جواب بده. یه مبلغ خوب پیشنهاد داد. مبلغی که اندازه 3 ماه کار کردم تو هلدینگ سابق بود. ولی خب من بیشتر از این میخواستم. اونم کارش گیر بود. محال بود مخالفت کنه. وقتی عددی که مد نظرم بود و به زبون آوردم مخالفتی نکرد. گفت باشه، طبق عدد مورد نظر تو کارو انجام میدیم. فقط هر چه سریعتر اسنادو برسون به دست ما. باید کارامونو رو به راه کنیم. هر چی پیدا کرده بودم و تحویلشون دادم. اونا مبلغی که گفته بودم و به صورت چک پرداخت کردن. بعدم پیشنهاد همکاری دادن. از طرفی هلدینگ سابق نابود شده بود و اگه این همکاری رو رد می‌کردم رسما بیکار می‌شدم. قبول کردم و قرار شد از فرداش کارم رو شروع کنم. اون شب خواستم زودتر از همیشه بخوابم. چند روز بود درست نخوابیده بودم. همیشه سر پا بودم و فقط دنبال نیوشا میگشتم. به این فکر میکردم که شاید نیوشا فرار کرده. اما چیزی که این فکر رو نقض میکرد این بود که هیچ دلیلی برای فرار از من نداشت. زندگیمو خوب بود و بی هیچ عیبی. کی میتونست باعث بشه فرار کنه؟ اونم وسط آوار شدن ساختمون. حدود ساعت 2 شب گوشیم زنگ خورد. به زور چشامو باز کردم. وقتی اسم یکی از آوار بردارای ساختمون رو دیدم از جام پریدم. سریع جواب دادم. گفت آقا ما جسد یه خانم رو پیدا کردیم. بهتره سریع بیایید اینجا ببینیدش. ممکنه خانم شما باشه. وجودم لرزید. خدا میکردم خودش نباشه. من توان شنیدن خبر فوت نیوشا رو نداشتم. وقتی رسیدم و جسد رو دیدم همه چی حدسم و تایید میکرد. صورتش داغون شده بود، اما وقتی حلقش رو از دستش در آوردم و دقیق نگاه کردم مطمئن شدم که زنمه. نیوشا بود. با این اتفاق احساس کردم که کمرم شکست. تو این مدت خودم رو با افکار بیهوده آروم میکردم، اما حالا که با حقیقت روبرو شده بودم چطور میتونستم خودم رو نگه دارم؟ بعد از اطلاع دادن به خانواده نیوشا جسد رو به بیمارستان منتقل کردیم. همه قبل از ما رسیده بودن. حال مادرش دل سنگ و به رحم می آورد. 1 هفته از خاک سپاری نیوشا گذشت و برگشتم به زندگی سابق. نبود نیوشا یه خلأ بزرگ تو زندگیم گذاشته بود، اما راهی نداشتم جز ادامه دادن. زندگی با مرگ یکی هر چقدرم عزیز باشه متوقف نمیشه. از اونجایی که یه فرصت شغلی جدید پیدا کرده بودم نمیتونستم تو فاز افسردگی و گوشه‌گیری بمونم. کار جدیدم منو پرت کرد توی دنیای دیگه. تصمیم گرفتم این بار نهایت استفاده رو از موقعیتم ببرم، چون به هم ثابت شده بود که کار توی هلدینگ همیشگی نیست. همیشه لبه پرتگاهی مثل هلدینگ سابق که با یه اتفاق از بیخ نابود شد. به فکر راه اندازی یه کار جدید افتادم. میخواستم اگه یه روز مجبور شدم با این مجموعه قطع همکاری کنم یه تکیه‌گاه واسه خودم داشته باشم. با رئیس مجموعه کم کم صمیمی شدم و ازش خواستم کمکم کنه یه وام بزرگ بگیرم. اونم دریغ نکرد. کلی آشنا داشت، واسطه شد. توی طی 1 ماه تونستم وامو بگیرم، اما خب
کافی نبود. مجبور شدم یه وام دیگه هم بگیرم تا با هم جمعشون کنم و یه کار درست و حسابی را بندازم. وقتی دوباره با رئیسم در میون گذاشتم که به پول احتیاج دارم، بازم واسطه شد و کارم راه انداخت. اینطوری تونستم یه دپارتمان باز کنم. روزام پر شده بود. از کار، از صبح تا آخر شب مشغول کار بودم. شبام که برمیگشتم خسته و کوفته میرسیدم خونه، اما خونه خالی و سوت و کور بود. دلم برای صدای گرم نیوشا تنگ میشد. هر گوشه ای از خونه خاطراتشو برام زنده میکرد. نمیتونستم بیشتر از این اونجا بمونم. نمیخواستم با خاطرات قدیمیم زندگی کنم. تصمیم گرفتم خونه رو بفروشم و یه خونه دیگه نزدیک دپارتمان بگیرم. این پروسه زیاد طول نکشید. وسایلمو به خونه جدید بردم و وسایل باقی مونده نیوشا رو بخشیدم به فقرا. چند ماه بعد وقتی سخت مشغول نوشتن یک قولنامه بودم، آقای بهرامی رئیس مجموعه زنگ زد. هیچ وقت تماسش رو رد نمی کردم. همه چی رو کنار گذاشتم و جوابشو دادم. گفت همین الان خودتو برسون دفتر. نامه کار رو به یکی از کارکنانم سپردم و رفتم دفتر. وقتی وارد شدم چشمم افتاد به یه خانم که روبروی آقای بهرامی نشسته بود. اولین بار بود می دیدمش. بعد از سلام و احوال پرسی آقای بهرامی رفت سر اصل مطلب و گفت این دخترمه. یه هفته است که برگشته شهر رو میخواد یک کسب و کار را بندازه. با سلیقه خودت یه ساختمون تجاری با موقعیت عالی براش پیدا کن. گفتم برای چه زمینه‌ای؟ گفت برای فروش لوازم هنری و تابلوهای نقاشی. سرمو به نشونه تایید تکون دادم و گفتم حتما تمام تلاشمو میکنم که بهترین واحد تجاری رو براتون پیدا کنم. این کار آقای بهرامی باعث شد که خیلی بهم بر بخوره. اونا حتی به خودشون زحمت ندادن که بیان دفتر من. منو کشون دفتر خودشو، بعدشم امر کرد. این برای من یه اهانت بزرگ بود. اما میتونستم دم بزنم؟ نه. من هنوز به حمایتش نیاز داشتم. باید سکوت میکردم. باید از دستوراتش اطاعت میکردم. فایلا رو چک کردم. یه باب مغازه تجاری با موقعیت عالی پیدا کردم. درست روبروی دفتر خودم. بعد از 3 ساعت به آقای بهرامی زنگ زدم و بهش اطلاع دادم. با خوشحالی گفت من که میدونستم تو کارمو به بهترین شکل را میندازی. خیلی خوشم میاد، همیشه کار رو جدی میگیری. اینو از من بشنو که به زودی قراره به یه موفقیت بزرگ برسی. نیم ساعت بعد یه شماره ناشناس بهم زنگ زد. با تأخیر جواب دادم. صدای آشنایی شنیدم اما یادم نمیومد دقیقاً کیه. وقتی مکث کردم فهمید که نشناختم. گفت من خانم بهرامی هستم. زنگ زدم تا منو ببری موقعیت مغازه رو ببینم. وقتی مغازه رو نشونش دادم چشاش به طرز عجیبی درخشید. با یه لبخند پهن گفت دقیقاً همون چیزیه که میخواستم. واقعا دستتون در نکنه. من همینو میخوام. ممنون میشم هر چه سریعتر قراردادشو ببندی. میخوام هر چه سریعتر کارم را بندازم و اینجا رو پارتیشن بندی کنم. حالا اینجا وقتش بود که بهشون نشون بدم اونا به من نیاز دارن، نه من به اونا. گفتم من این چند روز سرم خیلی شلوغه، نمیتونم زود کارتون را بندازم. باید یه خورده منتظر بمونید. یه نگاهی بهم انداخت که دلمو لرزون. نتونستم سر حرفم بمونم. ناخودآگاه لبخندی گوشه صورتم نشست و گفتم باشه، سعی میکنم تو همین 1-2 روزه کارتون رو انجام بدم. تشکر کرد و رفت. نمیدونم چرا نتونستم از ذهنم پاکش کنم. یه چیز عجیبی داشت که منو به خودش جذب میکرد. 2 روز بعد کارای خرید رو انجام دادم. بعد از اتمام معامله یه نگاهی به مغازه انداخت و گفت سلیقه خیلی خوبی داری. یه جورایی سلیقت نزدیک به سلیقه منه. راستش برای پارتیشن بندی و دکور مغازه یه چیزایی تو ذهنم هست. ولی اگه شما وقت داریم میتونین تو این کار کمکم کنین. مشکلی نداری؟ دوست داشتم محکم باشم و همراهشم یه خورده نرم، اما نمیتونستم. دست خودم نبود. وقتی لیلا رو جلو روم میدیدم تمام دنیامو که هیچ، حتی خودم هم فراموش میکردم. بعد از اتمام کارای مغازه لیلا سعی کردم دوباره روی کار خودم تمرکز کنم، اما نمیتونستم. انگار یه مانع جلو روم بود، یا شاید اون یه چیز خاصی داشت که هر بار به مغازش نگاه میکردم ناخودآگاه جذبش میشدم. یه دکور خیلی جذاب برای مغازش تهیه کرده بود. هر کی رد میشد محو تماشای ویترینش میشد. یه روز تصمیم گرفتم یه سر به مغازش بزنم. وقتی رفتم محو تماشای تابلوهای نقاشی شدم. یه جوری چشما رو کشیده بود که انگار واقعی بودن.
وقتی بهشون خیره شدم احساس کردم تکون میخورن. نمیدونم چرا. یاد چشمای نیوشای خدا بیامرز افتادم. تصمیم گرفتم عکسشو به لیلا بسپرم تا برام نقاشی کنه. گفتم میخوام عکس یکی رو برام بکشی. دقیقاً همین جوری که احساس کنم چشاش تکون میخورن و زنده است. عکس رو نشونش دادم. یه نگاهی بهم انداخت و گفت این عکس کیه؟ گفتم خانوممه. توی حادثه متروپول عمرشو داد به شما. رنگ نگاهش یهو عوض شد و اخماشو تو هم کرد و گفت خدا رحمتش کنه. ولی من این کارو نمیپذیرم. جا خوردم و گفتم چرا؟ فرض کن که منم یکی از مشتریاتم و هیچ آشنایی قبلی باهاش نداری. باز این درخواست رو رد میکنی؟ سرشو به علامت تایید تکون داد و گفت قطعاً همین کارو میکنم. من با مرده پرستی اصلا موافق نیستم. خودتو درگیر آدمایی که مردن نکن. آدم تو این دنیا زیاده، نمیگم یادش نیفت. اتفاقا خیلی خوشم اومد هنوز به یادشی، اما نباید انقدر درگیرش باشی. دنیا با مرگ کسی تموم نشده. اونو از زندگیت حذف کن. به آدمای اطرافت نگاه کن. شاید یکی رو پیدا کردی که همدم روحت باشه و بشه همدم زندگیت. حرفاش قانع کننده بود، اما من دلم برای نیوشا تنگ شده بود، چون هیچ کس اندازه اون به من اهمیت نمیداد. همیشه به درد دلم بدون هیچ قضاوتی گوش میداد. نگاه خیره لیلا به چشمام منو معذب کرد. خواستم از مغازه بیرون برم که گفت میتونی با من صحبت کنی، درد و دل کنی اگه دوست داری. تعجب کردم اون از کجا فهمید دقیقاً به چی فکر میکنم و چه مشکلی دارم. وقتی رومو برگردوندم لبخندی زد و گفت من میدونم یه مرد بعد از رفتن همدمش چه دردی میکشه. قبلا حال بابامو دیده بودم، الانم حال تو رو دیدم و فهمیدم به چه چیزی نیاز داری. هر وقت احساس تنهایی کردی و نیاز داشتی که با کسی حرف بزنی بدون که من کنارتم. گوش میدم و قضاوتتم نمیکنم. حرفاش خیلی به دلم نشست. دوست داشتم حرف بزنم اما نمیدونستم در مورد چی. ولی باید به حرف می اومدم و همه غم و قصه هام که ته دلم تلمبار شده بود و بیرون می ریختم. باید خودم رو خلاص می کردم. روبروش نشستم، سکوت کردم، سردرگم بودم. اونم منتظر بود و به چشام زل زده بود. بعد از یه مکث طولانی خودش سکوت و شکست و لبخندی زد و گفت تا کی میخوای اینجوری ساکت بمونی و منو بر نگاه کنی؟ هم میخوای حرف بزنی هم نمیخوای کسی از ندای دلت با خبر شه. باید یکیشو بالاخره انتخاب کنی. در واقع اون حرفی که باعث درد دلت میشه رو باید برای یه نفر بازگو کنی. البته با رضایت قلبی، جوری که دلت اون شخص رو انتخاب کرده باشه برای درد دل. چون اگه بدون رضایت دلت تعریف کنی بازم فایده ای نداره. اون درد همچنان رو دلت باقی میمونه و سنگین‌تر میشه. انگار تک تک حرفای دلم و از نگاهم میخون. گفتم تو روانشناسی؟ خندید و گفت میتونی بگی روانشناسم. البته برای درمان قلبت حاضرم روانشناسم بشم. این حرفش فقط یه معنی داشت که اونم احتمالاً به من علاقه پیدا کرده و این همون چیزی بود که منم میخواستم و نیاز داشتم. از ته دلم دعا میکردم همونطوری پیش بره که من میخوام. برای اولین بار بعد از ماها سفره دلم رو برای کسی باز کردم. اون تو چشام خیره شد و گفت من خیلی وقته تصمیم به یه کاری گرفتم. راستش به فکرشم و الان کسی بهتر از تو ندیدم که اینقدر به هنرم توجه کنه و بهش جون بده. گیج و منگ نگاش کردم و گفتم یعنی چی؟ نفهمیدم. لبخندی زد و گفت میخوای بدونی راز درخشندگی این تابلو چیه؟ سوالی نگاش کردم. ادامه داد ببین هر تابلویی که کشیدم داستان خاص خودشو داره. اشاره‌ای به یکی از تابلوها کرد و گفت ببین هر کدوم از این آدم‌ها یه دردی داشتن که تو چشاشون غم موج میزد. همین غم باعث زیبایی نقاشی شده. اما تو قضیت فرق داره. تو از غم و غصه گذشتی. الان خودتو گم کردی. خودتو مثل یه ربات فرض کردی. فقط میخوای کار کنی و پول در بیاری و رقم حساب بانکی تو بالا ببری. اما خودتو فراموش کردی. نمیدونی که نیازای تو با دلار و طلا و پول و غیره رفت نمیشه. تو به یه نفر نیاز داری که همدمت باشه، یارت باشه و اون خلایی که با مرگ نیوشای خدا بیامرز تو وجود سر باز کرده رو پر کنه. مونده بودم این چجوری تا این حد از درونم با خبره. حتی بیشتر از خودم منو میشناخت. همه نیازامو میدونست. لبخندی زد و گفت اگه اجازه بدی میخوام قیافتو به قلم بکشم. هر روز 2 ساعت وقت میخوام.
وقتم پر بود، اما برای این کار یه هیجان خاصی داشتم. مخالفتی نکردم و گفتم حتما هر روز همین موقع میام، ولی بعد از اتمام کار باید تابلو رو به من بدین. خندید و گفت تابلو برداری که چی بشه؟ بذار همینجا بمونه، جلو چش خودت هم هست، همین روبرویی. هر وقت خواستی بیا نگاه کن، چون میدونم این اثر خاص‌تر از بقیه در میاد. نمیخوام به این راحتی از دستش بدم، باید چند تا مشتری جذبش بشن. من مثل موم تو دستای لیلا بودم. حتی وقتی میخواستم مخالفت کنم با یه نگاه خودم رو میباختم. قلمو تو دستاش گرفت. 2 ساعت تمام تو سکوت مطلق بودیم. بعد از 2 ساعت قلموشو تو کاسه محلول گذاشت و گفت خب دیگه تایم امروزمون تموم شد. ممنون که وقت تو به من دادی. بهت قول میدم به زودی زود همه این محبتاتو جبران کنم. لبخندی زدم و گفتم جبران شده است. اگه کسی اینجا مدیونه خود منم. با تعجب نگام کرد و گفت این چه حرفیه میزنی مرساد؟ مگه من برات چیکار کردم؟ خندیدم و گفتم همین که به حرفام گوش دادی خودش کلی کمک بود. کمکی که حتی نزدیکترین آدمای زندگیم برام نکردن. ولی تو کردی، باید ممنونت باشم. با صدای بلندی خندید و گفت یه جوری حرف میزنی انگار شاهکار کردم. هر وقت خواستی میتونی بیای اینجا. خودت میدونی که همیشه هستم. کسی رو تو این شهر نمیشناسم که باش رفت و آمدی داشته باشم جز خانواده‌ام. یعنی اگه منو رفیق خودت بدونی خیلی خوشحال میشم. با زبون بی زبونی منو تشویق میکرد به نزدیک شدن و ارتباط برقرار کردن. سردرگم بودم، نمیدونستم چه جوابی بهش بدم. خوشحال بودم اما از قدم برداشتن به طرفش میترسیدم، چون اون هر کسی نبود، دختر رئیس بود. میترسیدم رئیس بفهمه و فکرای دیگه‌ای بکنه و منو از کارم اخراج کنه. هر روز 2 ساعت میرفتم مغازش. توی سکوت مطلق چشام نقاشی میکرد. انقدر تو چشام خیره میشد که انگار تا اعماق وجودم نفوذ میکرد و همه اسرار دلمو میخوند. 1 هفته از شروع کار گذشته بود که یه روز بدون هیچ اطلاع قبلی رئیس اومد مغازه. وقتی منو دید جا خورد. کلی سوال تو نگاهش بود. تو وهله اول دست و پامو گم کردم. ترسیدم نکنه فکر بدی بکنه. به لیلا نگاه کرد و گفت از کی تا حالا شما دوتا به دور از چشم من با هم در ارتباطید؟ لیلا خندید و گفت بابا ارتباطی کاریه، ما همسایه‌ایم. ترجیح دادم اون آخرین مشتری روزانم باشه. رئیس سری به نشونه تایید تکون داد و نگاهی بهم انداخت، اما اون نگاه تندش ترسی تو وجودم کاشت. با لحن خشکی گفت اگه کار تموم شده بیا بیرون، باهات یه کار خصوصی دارم. لیلا خودشو لوس کرد و گفت بابا خصوصی چیه؟ انگار من از کار و زندگیت خبر ندارم. راحت باش، اینجا میتونی حرفاتو بزنی. دستشو گذاشت رو شونه لیلا و گفت نه عزیزم، من نمیخوام فکرتو درگیر کنم. تو وقتی در حال نقاشی کشیدنی به آرامش و تمرکز زیادی نیاز داری. من که کاملا میدونستم اون در مورد چی میخواد باهم صحبت کنه، گفتم خانم بهرامی اگه اجازه بدی بقیه کارو بذاریم برای یه وقت دیگه. بیشتر از این آقای بهرامی رو منتظر نذاریم. لیلا سری به نشونه تایید تکون داد و گفت آره راستش خودمم، دیگه خسته شدم. باید اینجا رو جمع و جور کنم. وقتی بیرون رفتیم آقای بهرامی روبرو ایستاد و گفت تو از همون اول نقشه کشیده بودی نه؟ گیج و من نگاش کردم و گفتم یعنی چی؟ چه نقشه‌ای؟ من از هیچ چی خبر ندارم. یه تای ابروشو بالا انداخت و گفت یعنی میخوای بهم بگی که میتونی ثابت کنی که یه آدم بیگناهی نه؟ سرم و پایین انداختم و گفتم هیچ آدمی بیگناه نیست. وجود ما پر از گناهه. ولی جسارت نباشه. میخوام بدونم شما دقیقاً در مورد چی دارین صحبت میکنین؟ دستاشو تو هم گره کرد و گفت همین حضور تو کنار لیلا. میگم نقشه کشیده بودی. از امن مغازه روبروی دپارتمان خودتو انتخاب کردی که بهش نزدیک باشی. بتونی احساساتشو درگیر خودت کنی. درسته؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم نه، اصلاً اونطوری که شما فکر میکنید نیست. من هیچ نقشه‌ای برای دخترتون نداشتم و ندارم. باور کنید که نذاش حرفامو ادامه بدم. گفت از وقتی مغازه لیلا رو دیدم شک کردم. گفتم آخه چه دلیلی داره که لیلا این واحد تجاری رو گرفت و تو چرا این واحد رو نشونش دادی؟ در حالی که من بهت گفته بودم تو مرکز شهر باشه، یعنی بازار. اما تو اینجا رو انتخاب کردی. این منو به شک انداخت. بعدش با خودم گفتم شاید اتفاقی باشه، اما رفتارت شک برانگیزه. چند روز پیشم متوجه شدم دخترم وقتی میاد خونه اسم تو رو هر چند دقیقه یه بار میاره. همین شکم رو به یقین رسون.
گفتم آقا شما چه شکی داری؟ مثلا من چه کاری میتونم با دخترتون داشته باشم؟ من هیچ قصدی نسبت به ایشون ندارم. باور کنید که من بدون هیچ هدف خاصی کنارشونم. اصلا متوجه این تغییرات رفتاری لیلا خانمم نشده بودم. یه دستشو بالا آورد به علامت سکوت و گفت لیلا خانم نه. از این به بعد فقط باید به اسم خانم بهرامی صداش بزنی. وگرنه کارتو میسازم. فهمیدی؟ حتی به ذهنتم خطور نکنه که بخوای دل لیلا رو به دست بیاری. من اجازه نمیدم بهش نزدیک شی. تو سخت در اشتباهی. اینو بدون که سطح تو خیلی پایین تره و ما افتخار نمیدیم کسی مثل تو کنارمون باشه. در حالی که من میدونم تو لیلا رو مثل قول چراغ جادو میبینی که میتونه تو رو به آرزوهای بزرگت برسونه. با حرفای توهین‌آمیز شخصیت منو خرد کرد. در برابرش سکوت کردم. نه از ضعف، بلکه چون نمیخواستم تو این بازه زمانی همکاریمونو از دست بدم. من هنوز بهش نیاز داشتم و باید نگهش می‌داشتم. بعد از یه مکث طولانی گفتم آقا الان شما چه امری دارید؟ اگه میخواید من دیگه با خانم بهرامی صحبت نمی‌کنم. الان دیگه به مغازه‌شون سر نمیزنم و کارو نیمه کاری رها می‌کنم. گفت نه نمیخوام اون از این موضوع بویی ببره. تو ازت میخوام بهش نگی که من با تو در مورد اون صحبت کردم. ارتباطتون رو ادامه بده. هر روز همین موقع. فقط به خاطر تکمیل کارش بهت این اجازه رو میدم. چون میدونم اون هیچ وقت کارشو نصفه نمیتونه رها کنه. اگه تنشی به وجود بیاد خودشو میبازه. من بعد از مرگ مادرش خیلی سختی کشیدم تا لیلا رو از اون حالت افسردگی در بیارم و روحیش رو قوی کنم و از اون یه آدم قوی بسازم. نمیخوام دوباره به اون حالت سابقش برگرده. از طرفی هم نمیخوام به کسی وابسته شه چون خیلی حساسه. کنجکاو شده بودم بدونم ماجرا چیه و چرا آقای بهرامی انقدر روی دخترش حساسه، در حالی که من هیچ نقصی توی روح و روان لیلا نمیدیدم. روحیش عالی بود، شاد و با انگیزه. اصلا نمیتونستم حدس بزنم ته دلش یه غم و غصه‌ای باشه، یا اگرم داره میخواستم بدونم اون غم و غصه برای چی بوده و چرا. اما الان نمیتونستم این سوالاتو مطرح کنم چون بینمون یه مانع بزرگ بود و میدونستم که مادرشو خیلی سالها پیش از دست داده و مطمئن بودم که غم و غصه‌اش به خاطر اون نیست. من که تصمیم گرفته بودم بیشتر با لیلا آشناشم، با این اتفاق دیگه نمیتونستم به همین روش ادامه بدم. نمیخواستم بهش لطمه‌ای بزنم و نمیخواستم کارمو از دست بدم. همه شواهد منو از لیلا دور میکرد. انگار تقدیر میخواست من همچنان تنها بمونم. هر بار به کسی دل میبستم به یه نحوی از دستش میدادم. روز بعد وقتی رفتم مغازه لیلا گفت پدرم دیشب در موردش چی با تو صحبت میکرد؟ خودمو به اون را زدم و گفتم چیز خاصی نبود، کاری بود. ابروشو بالا انداخت و گفت چیز خاصی نبود که تو رو کشون بیرون. یعنی فکر کردی من نمیفهمم؟ بگو دیگه. نکنه بهت گفته به من چیزی در مورد صحبتتون نگی؟ سکوت کردم. همه چی رو فهمید. گفت خب بگو. در مورد خودمون بود یا در مورد کار؟ برای اولین بار به لیلا دروغ گفتم در مورد کار بود. همون اولشم بهت گفتم. ذهنتو درگیر اون مسئله نکن. چیز خاصی نبوده. الکی ذهنتو درگیر نکن. سری تکون داد و گفت باشه. هرچند میدونم در مورد خودم بوده و تابلویی که داری به من دروغ میگی. گفتم تو چجوری به این نتیجه رسیدی؟ خندید و گفت این چند وقته هر روز 2 ساعت تو چشات زل زدم. تقریبا همه خصوصیات تو شناختم مرساد. وقتی اسممو اونجوری صدا زد قلبم یه جوری شد. من به حضورش تو زندگیم نیاز داشتم. ای کاش اون فاصله طبقاتی و محدودیت‌های لعنتی نبود. دست از نقاشی کشیدن برداشت و روبروم نشست و گفت بگو ببینم تو چه حسی نسبت به من داری؟ قلبم درد گرفت. گفتم یعنی چی؟ من چه حسی دارم؟ خب شما دختر رئیسمی، عزیز هستی برام. با صدای بلندی خندید و گفت ولی من تو چشات یه چیز دیگه دیدم مرساد. چرا اینقدر ترسیدی؟ گفتم مثلا چی دیدی؟ گفت تو راست گفتی. من برات عزیزم ولی نه به خاطر اینکه دختر رئیستم یا اینکه همسایتم یا اینکه شنونده خوبیم. تو دلی و بی دلیل منو دوست داری. خیلی واضح همه چی رو تفکیک کرد. حرفاش درست بود. گفتم نه تو اشتباه فکر میکنی. در واقع اینجوری نیست. من فقط نذاش ادامه بدم. گفت تا کی میخوای همینجوری پیش بری؟ بالاخره که باید حقیقت رو بهم بگی. ترستو باید از بین ببری. اگه اینجوری ادامه بدی دوباره زمین میخوری. گفته باشم و تو بد موقعیتی بودم. نمیتونستم جوابشو بدم. وقتی سکوتم و دید گفت باشه
بهت حق میدم سکوت کنی، اما از این به بعد نمیخوام بهم دروغ بگی و البته باید خوب فکراتو بکنی و جواب منو بدی. اگه میبینی حضورت اینجا باعث مشکل میشه، من این کارو نصف رها میکنم. تو هم میتونی مسیر خودتو بری. نمیخوام به دردسر بیفتی. با تعجب نگاش کردم و گفتم یعنی میخوای این تابلو نصف رها کنی؟ گفت آره، بیخیالش میشم. هرچند تا حالا هیچ تابلویی یا نصف نیمه رها نکرده بودم. با اینکه دلم نمیخواست این کار رو نصف رها کنه، اما برای اینکه حداقل جلو چشمم بمونه مجبور بودم که قبول کنم. از جام بلند شدم و گفتم خیلی خوب، پس بیخیال این تابلو شو. من باید به کارهای خودم برسم. تو این مدت خیلی از کارام عقب افتادم. باید برم به کارام برسم و سعی کنم خودم رو به یه جایگاهی برسونم. دم در بودم که شنیدم آروم زمزمه کرد یه جوری رفتار میکنه انگار منو حبس کرده. دلم لرزید. قلبم میخواست برگردم و ابراز احساسات کنم، اما عقلم بهم نهیب زد. بازم ندای عقلم رو قبول کردم و به مسیرم ادامه دادم. از اون موقع سعی کردم که کمتر به لیلا فکر کنم، اما نمیتونستم. این کار دل بود. من شدیداً به حضورش نیاز داشتم. هر بار که به محل کارم میرفتم نگاهم به مغازش میافتاد. یا در حال نقاشی بود یا مشتری داشت. تو همین بازه کوتاه خیلی زود تونست مشتریای زیادی جمع کنه و تو شهر معروف شه. بعد از مدتی دیدم 2 روزه مغازه رو باز نکرده. خیلی نگران شدم. ترسیدم که اتفاق بدی براش افتاده باشه. مطمئن بودم که یه مشکلی پیش اومده، چون لیلا خیلی به کارش اهمیت میداد. به مرز دیوونگی رسیده بودم. نمیتونستم آروم بگیرم. من میخواست سراغی ازش بگیرم، اما با یادآوری حرفای پدرش نمیتونستم تماس بگیرم. 2 روز بیخبری شد. 5 روز. بیشتر از این نتونستم دیگه خودم رو کنترل کنم. تصمیم گرفتم برای اولین بار قانونا رو بشکنم و با به دلم رفتار کنم. شمارش رو گرفتم. بعد از 2 بار تماس جواب داد. صدای خشدارش قلبمو به درد آورد. مطمئن شدم حال خوبی نداره. گفتم حالت خوبه؟ چرا این روزا به مغازه نمیای؟ با صدای لرزون گفت حال خوبی ندارم. این روزا درگیر بیمارستان بودم. تازه امروز مرخص شدم. ممنون بابت پیگیریت. ولی امری داشتید؟ از لحنش فهمیدم که هنوز از دستم دلخوره. گفتم نه، فقط میخواستم ببینم چرا این روزا نیستی؟ نگران شده بودم. گفت یه جوری صحبت میکنی انگار برات مهمم. چرا باید نگران شی؟ من که میدونم هیچ جایی توی قلبت ندارم. گفتم تو چی میگی لیلا؟ اگه جایی نداری چرا الان تماس گرفتم؟ با اینکه یادم اومد آقای بهرامی چی گفته بود. سکوت کردم. گفت چرا سکوت کردی؟ با اینکه چی؟ ادامه بده. چرا حرفتو نصفه میزنی و رها میکنی؟ گفتم بی خیال، چیز مهم نیست. کی میتونی بیای مغازه؟ گفت اگه مهم نبود میگفتی مرساد. میدونم ادامه این حرف جواب همه سوالامه، ولی تو فقط قصدت اینه که منو با این همه تیکه‌های پازل سردرگم کنی. گفتم اصلا چنین قصدی ندارم لیلا. الان نمیشه چیزی بگم. باید همدیگر رو ببینیم تا راحت همه چی رو توضیح بدم. گفت خیلی خوب، فردا بعد از ظهر میام مغازه، اما احتمالاً خالم هم همراه باشه. تا آخر وقت بهت خبر میدم. برای روز بعد لحظه شماری میکردم. اون روز زودتر از همیشه رفتم دپارتمان. دلم شور میزد. منتظر اومدن لیلا بودم. وقتی دیدم مغازه‌شو باز کرد انگار دوباره جون تازه‌ای به وجودم برگشت. تازه فهمیدم چقدر بهش وابسته شدم و خودمم خبر ندارم. با خودم گفتم چرا میخوام خودمو از این حس خوب و قشنگ محروم کنم؟ فقط به خاطر چند قرون یا به خاطر اون کار مزخرف؟ عزممو جذب کردم و رفتم سمت مغازه لیلا. تا در رو باز کردم چشمم افتاد به تابلوی تموم شده خودم. با تعجب به لیلا نگاه کردم و گفتم مگه تو این تابلو رها نکرده بودی؟ لبخند بیجونی زد و گفت من هیچ وقت تابلویی یا نیمه کاره رها نکردم. به نظرت من تابلویی رو که یه ارزش خاصی برام داره نیمه کاره رها میکنم؟ گفتم خب وقتی من نبودم چجوری تونستی ادامه‌شو بکشی؟ گفت انقدر تو صورتت زل زده بودم که جز به جزش ملکه ذهنم شده بود. حالا بگو برای چی تماس گرفتی؟ روبروش نشستم و گفتم خیلی نگرانت بودم. میخواستم مطمئن شم که حالت خوب شده. گفت فقط همین؟ گفتم نه، یه حرفای دیگه ای هم هست، اما نمیدونم چجوری باید بهت بگم. راستش یه ترس بزرگی دارم. گفت منو شبیه دیو میبینی؟ دقیقاً از چی میترسی؟ الان فقط من و توییم. شخص سومیم اینجا وجود نداره که ازش بترسی. دلمو به دریا زدم و گفتم لیلا من بهت علاقه دارم. چشاش برق زد. لبخند پهنی رو صورتش نشست.
سرشو پایین انداخت و بزرگ گفت خودم میدونستم. همه چی واضح بود، ولی نفهمیدم دقیقاً از چی میترسی. گفتم از پدرت. قبل از اون روز پدرت متوجه شده بود، همون شبی که ما رو با هم دید. بهم گفت هیچ وقت به این فکر نکنم که با تو ازدواج کنم. اون فکر میکنه به خاطر داراییتون بهت نزدیک شدم. شایدم حق داشته باشه. گفت این اشتباه بابامه. همیشه مردم رو با یه چش بد نگاه میکنه و فکر میکنه همه مثل همن و اونو افراد خانواده‌شو برای پول میخوان. ولی تو نباید خودتو از من دور میکردیس مرساد. تا کجا میخواستی ازم فرار کنی؟ روح ما دوتا به هم پیوند خورده. گفتم واقعا نمیدونم، فقط نگرانت بودم. نمیخواستم بهت آسیبی برسه یا باعث مشکلاتت شم. خندید و گفت تو هنوز نمیدونی من چجوری زندگی میکنم مرساد. زندگی من پر از مشکله. آدمو فکر میکنن خیلی خوشبختم چون پدرم رئیس یه هلدینگ بزرگه و توی شهر معروفه. آره زندگیمون از نظر مادی میدرخشه، اما خب بی‌حس و حاله. زندگی من فقط همین رنگا بودن که حس زنده بودن بهم میدادن و البته الان حضور تو. گفتم حالا میخوای چیکار کنیم لیلا؟ اینجوری که نمیشه ادامه داد. ارتباط مخفیانه تا کی؟ گفت علنیش میکنیم. با تعجب نگاش کردم و گفتم پس پدرت؟ گفت پدرم تا یه سنی میتونست توی زندگی من دخالت کنه، اما الان دیگه نه. من به سن قانونی رسیدم و به بلوغ فکریم رسیدم و میتونم خوب و بد از هم تشخیص بدم. پس خودم میتونم برای زندگیم تصمیم بگیرم. گفتم یعنی حاضری به خاطر من جلوی بابات وایسی؟ با اطمینان گفت آره، اگه لازم باشه جلوی تمام دنیا وای میستم. من اونی نیستم که به همین راحتی ها دست از عشق برداره. من فقط به خاطر مخالفت بابا. تو زندگی هر کسی کلی چالش و مخالفت هست. شاید این اولین چالش زندگیم باشه. نباید کوتاه بیام. چند روز بعد تصمیممو گرفته بودم. وقتی رفتم شرکت بعد از تموم شدن کارم به آقای بهرامی گفتم اگه اجازه بدید میخوام در مورد یه مسئله مهم با شما صحبت کنم. خمی به ابروش داد و گفت بابت کاره؟ گفتم نه، شخصیه، امر خیره. یه خیز برداشت و گفت امر خیر؟ سرم و بالا گرفتم و گفتم بله، من تصمیم گرفتم با دخترتون. نذاش ادامه بدم. محکم روی میز زد و گفت مگه بهت نگفته بودم از دخترم دور شی؟ چه جوری جرأت کردی بیای در مورد ازدواج حرف بزنی؟ چشاشو ریز کرد و گفت بگو ببینم، نکنه لیلا از این موضوع خبر داره؟ نگاهش ترسناک بود، اما به روی خودم نیاوردم. باید قوی تر از اینی که هستم می بودم. گفتم بله، اتفاقا خودش منو تشویق کرد این قدمو بردارم. داد زد غلط کردید. فکر کردید میتونید منو قانع کنید اجازه بدم با هم ازدواج کنید؟ اصلا لیلا تو حال خودش نیست. اونو جدی نگیر. اون عاشقت نیست. گفتم اون که بچه نیست. ما تصمیم خودمونو گرفتیم و شما باید قبول کنی. داد زد خیلی بهت مهلت دادم که پاتو از گلیمت دراستر نکنی. همین الان از شرکت برو بیرون. از این به بعد خودم میدونم چه جوری با تو رفتار کنم. مطمئن باش لیلام حساب کار دستش میاد تا دیگه سرخود تصمیم نگیره. منو از شرکت بیرون کرد. نگران لیلا بودم. میدونستم قراره اوقات سختی رو بگذرونه. تماس گرفتم و همه ماجرا رو براش تعریف کردم. گفتم با این اتفاقی که افتاده ما میتونیم ادامه بدیم؟ پدرت برای ما یه مانع بزرگ شده و من نگرانم. گفت اصلا نگران نباش. این مسیریه که باید طی کنیم. من با همه وجودم برای رسیدن به هدفمون تلاش میکنم. وقتی این حرفو شنیدم دوباره انگیزه گرفتم، اما با ته دلم ناراحت بودم. اون با این خواستگاری کلاً ارتباط کاریم با آقای بهرامی قطع شد. یه ساعت بعد دوباره به لیلا زنگ زدم، جواب نداد. دلشوره گرفتم. یقین داشتم اون لحظه پدرش کنارشه. یه بار دیگه تماس گرفتم. این بار پدرش جواب داد و گفت دست از سر لیلا بردار مرساد. یه بار دیگه دوروبر لیلا ببینمت خودت میدونی چه بلایی میتونم سرت بیارم. گفتم هیچ بلایی نمیتونی سرم بیاری. تو اصلا قدرت جدا کردن ما رو از هم نداری. گفت حالا ببین معلوم میشه. من که خط و نشونمو کشیدم. حالا خود دانی. از شدت نگرانی نمیتونستم آروم قرار بگیرم. تو بد مخمسه‌ای گیر کرده بودم. نمیتونستم بیخیالش شم. تصمیم گرفتم برم خونه آقای بهرامی و از حال و روز لیلا با خبر شم. وقتی رسیدم به خونه پدری لیلا همون لحظه آقای بهرامی از در اومد بیرون. با عصبانیت گفت تو با چه جرأتی اومدی اینجا؟ گفتم آقای بهرامی من برای دعوا نیومدم. فقط از شما یه فرصت میخوام. منو هل داد و گفت مگه خرف شده باشم که به تو یکی فرصت بدم؟
من که از نیتت خبر دارم. همون موقع صدای لیلا بلند شد. آقای بهرامی سکوت کرد. لیلا گفت بابا تو رو به خاک مادرم قسمت میدم. منو مرساد یه فرصت بده. ما دوتا عاشق همیم. اصلا نمیفهمم چرا انقدر سخت گرفتی. تو که همیشه به عشق و احساسات ایمان داشتی. تو که کل زندگی تو عاشق مامان بودی. چرا میخوای منو از این نعمت محروم کنی؟ آقای بهرامی با عصبانیت دستی به گردنش کشید و گفت ولی دخترم این مرد به درد تو نمیخوره. این انتخاب درست نیست. من مصلحت تو رو میخوام. میترسم بهت آسیبی بزنه. لیلا گفت نه پدر، شما سخت در اشتباهید. اتفاقا اگه این ارتباط رو قطع کنید بیشترین آسیب رو به من میزنید. با تعجب به لیلا نگاه کرد و گفت مطمئنی؟ یعنی بعداً به خاطر این تصمیمت پشیمون نمیشی؟ به بنبست نمیرسی؟ لیلا با اعتماد به نفس کامل گفت آره بابا، مطمئنم از تصمیمم. آقای بهرامی با خشم به من نگاه کرد و گفت خیلی خوب، شما میتونی رسما بیای خواستگاری لیلا و بعدش دنبال کارهای ازدواجتون بیفتید. البته که باید همه رسم و رسومات رو به جا بیارید. رو به لیلا کرد و گفت حالا که مسیر خودتو انتخاب کردی باید بدونی از این به بعد از ارث و میراثم محرومی. به جز خونه و مغازه‌ای که به نامت هست دیگه چیزی از من به تو نمیرسه. حرفاش مثل پود خورد تو سرم. نمیتونستم باور کنم آقای بهرامی همچین چیزی گفته. فکر کردم فقط از عصبانیتشه و قرار نیست سر حرفش بمونه. اصلاً بد به دلم راه ندادم. لیلا انگار براش مهم نبود. گفت مشکلی نیست. هر تصمیم گرفتی اجرا کن. من از نظر مادی چیزی از شما نمیخوام. من به حضور مرساد نیاز دارم. اگه در ازای اومدن مرساد به زندگیم میخوای موقعیت مالی ازم بگیری دو دستی تقدیمت میکنم بابا. 2 روز بعد با خانواده هم رفتیم خواستگاری لیلا. همه چی باب میل ما پیش رفت، اما آقای بهرامی خیلی ناراحت بود. من نمیخواستم کارای ازدواجمون رو اینجوری جلو ببرم، اما هر چقدر سعی کردم دوباره به آقای بهرامی نزدیک شم همش منو پس میزد. لیلا متوجه شد و گفت من پدرم رو خوب میشناسم. اون خیلی سرسخته. وقتی از کسی ناراحت شه خیلی سخت آشتی میکنه، اما میدونم 1-2 روز دیگه نرم میشه. اصلا جز من کسی رو نداره. نمیتونه به این وضع ادامه بده. منم خودم رو با این حرفا قانع کردم، اما از همون روز آقای بهرامی روی دیگه شو نشون داد. بعد از عقد دیگه لیلا رو به خونه خودش راه نداد. گفت من یه دختر دردونه داشتم که حتی از جونم هم برام عزیزتر بود، ولی وقتی حرفم رو زمین زد و با وجود مخالفتم کار خودشو کرد دیگه برای من مثل یه مرده است. فکر میکنم دخترم مرده. لیلا با شنیدن این حرفا از زبون پدرش خودشو باخت. روی زمین زانو زد و گفت نه بابا، تو رو خدا این کارو با من نکن. شما که گفتی فقط میخوای منو از ارث محروم کنی و این چیز مهمی برام نبود، ولی این که دیگه دخترتون نباشم نه. من هر چقدر به مرساد علاقه داشته باشم به تو بیشتر علاقه دارم. آخه تو پدرمی. چه جوری میخوای بعد از این نتونم بیام ببینمت، فراموشت کنم؟ آقای بهرامی گفت تو انتخابتو کردی. تو مسیر زندگی تو انتخاب کردی که آخرش به سراب میرسه. حالا برو. دیگم نمیخوام ببینمت. دست لیلا رو گرفتم و به زور از زمین بلندش کردم. با هم رفتیم سمت خونه خودمون. لیلا خودخوری میکرد. گفتم عزیزم قصه نخور. پدرت اینجوری نمیمونه. خودت باباتو بهتر از من میشناسی. یادته چی بهم گفتی؟ چرا الان خودتو باختی؟ هیچی نگفت. خیلی نگرانش شدم. هر چقدر سعی کردم حالشو خوب کنم موفق نشدم. عذاب وجدان بدی گرفته بودم. غرق فکر بودم که چجوری میتونم این مشکل رو حل کنم که لیلا به حرف اومد و گفت باید از این شهر بریم. این تصمیم آنی و یهوییش منو شوکه کرد. بهت زده نگاش کردم و گفتم چرا همچین تصمیم گرفتی؟ نگاهش عجیب بود. 1 ساعت پیش غم تو چشاش موج میزد، اما حالا امیدواری بود. گفتم چی شدی یهو؟ دستشو گذاشت رو پهلوش و گفت بابا منو طرد کرد. از ارث و میراثم محرومم کرد. فکر میکنه 1-2 روز دیگه تو رو رها میکنم و برمیگردم خونه خودش. اما نمیدونه من لجبازتر از این حرفام. فکر میکنه تو هم بهش نیاز داری و به زودی زمین میخوری و ازش تقاضای کمک میکنی. اونم شرط میذاره که منو رها کنی تا کمکت کنه. گفتم این چه فکریه که میکنی لیلا؟ یعنی بابات انقدر بدذاته که برای جداییمون همچین کارایی بکنه؟ گفت من بابامو بهتر از تو میشناسم. اون حتی دست به یه کارایی میزنه تا تو ورشکست شی. وقتی این حرفو از زبون لیلا شنیدم ترسیدم. اون قدرت انجام این کارو داشت و اگه نیتشو میکرد قطعا میتونست تا آخر نقششو اجرا کنه. گفتم خب یعنی تو میگی الان با نقل و مکان نمیتونه به ما دست پیدا کنه؟
بابات که همه جا نفوذ داره، یعنی اگه قصدشو داشته باشه به راحتی میتونه ما رو پیدا کنه. نوچی کرد و گفت نه نه نه، ربطی به پیدا کردن نداره. ولی من نمیخوام تو این شهر بمونم. هر چقدر فاصله بین من و بابام بیشتر باشه بهتر میتونم روی زندگیمون تمرکز کنم. گفتم آخه کار و بارم چی میشه؟ من نمیتونم. گفت همه چی رو با هم ردیف میکنیم. قصه نخور، از این به بعد ما دوتا با هم هستیم. بار کار و زندگی رو دوش یکیمون نیست. هر جا بیاری نیاز داشتی من هستم. میتونی بهم تکیه کنی. یه اشاره باحال با ابروش کرد و گفت البته به شرطی که خودتم تکیهگاه هم باشی. خندیدم و گفتم مگه من غیر از تو کسی رو دارم که براش تکیهگاهشم؟ تو دار و ندارمی، شایدم خود جونم. راستش اگه تو نبودی من هنوزم همون مرد افسرده میموندم. این حالی که الان دارم و مدیون تو هم. ممنونم که به زندگیم اومدی و انقدر قشنگ و رنگیش کردی. 2 هفته طول کشید تا کارامو رو به راه کنم. قبل از تحویل دپارتمان مغازه لیلا و خونمونو برای فروش گذاشتم. بعد از فروش خونه و مغازه نتونستم دپارتمانو تحویل بدم. همینجوری نگهش داشتم. گفتم شاید دوباره برگردم همینجا. تو این مدت لیلا یه خونه خیلی قشنگ توی اهواز پیدا کرد و خرید. وسایلمونو به اونجا انتقال دادیم. یه خونه آپارتمانی بود که همکفش 2 مغازه داشت و هر دوتاشو رهن کردیم. من اصلا دوست نداشتم جامو عوض کنم، اما خب نمیتونستم در برابر اصرارای لیلا نبگم. تموم کارامو به اهواز انتقال دادم. اوایل حس سرخوردگی داشتم. بازار کارم کساد بود و من تو این شهر مناطق خوب و بلد نبودم و این برام خیلی مشکل ساز شده بود. نگران بودم یه روزی بیاد و همه چی از دست بدم. من دیگه توان از صفر شروع کردن رو نداشتم. نتونستم با این حالم دووم بیارم. برای همین تصمیم گرفتم کارم رو تو شهر خودمون ادامه بدم. یعنی روزانه مسافت طولانی رو طی می‌کردم. با این کار تونستم که به هدفم برسم. اما چیزی که منو نگران می‌کرد حال داغون لیلا بود. هر چقدر محبت می‌کردم کافی نبود. دلش پیش باباش بود. شبا خیلی بیقراری می‌کرد. به این فکر افتادم که با پدرش صحبت کنم. شاید بعد از این مدت آروم شده باشه. وقتی به شرکتش رفتم تا نگاهش به من افتاد اخماش تو هم رفت و گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم اومدم این تلخی که بینمون به وجود اومده رو درست کنم. زندگیمون بدون همدیگه داره مختل میشه. پوزخندی زد و گفت چی شده؟ ورشکست شدید؟ میخواید با احساساتم بازی کنید تا از اموالم استفاده کنید؟ من هنوزم سر حرفم هستم. گفتم اصلا بحث کار و پول نیست. لیلا بیقرار دیدنته. شونه ای بالا انداخت و گفت خودش خواست، باید تحمل کنه. من هیچ وقت نظرم عوض نمیشه. گفتم اما یادت باشه اون تک دختر شماست. شما باید کنارش باشید هر جوری که شده. گفت من بهش گفته بودم. اون تو رو انتخاب کرد. تمومش کن دیگه. بحث با این مرد هیچ نتیجه‌ای نداشت. فکر می‌کردم این سرسختیش فقط توی کارشه، اما فهمیدم اخلاق همیشگیشه. وقتی برگشتم خونه لیلا متوجه حالم شد. پرسجو کرد و من مثل همیشه رک و راست همه چی رو براش تعریف کردم. لیلا عصبانی شد و گفت تو چرا این کارو کردی؟ من که بهت گفته بودم بابام منتظره ما به این نتیجه برسیم که خارمون کنه. گفتم برای خوب شدن حال تو حاضرم بارها ذلیل شم، اما بابات گفت من بابامو خوب میشناسم، خیلی سرسخته. تا سرش به سنگ نخوره از تصمیمش کوتاه نمیاد. 2 سالی گذشت. یه روز خبر ورشکستگی پدر لیلا به گوشم رسید. باور کردنی نبود. اون تا 2 روز قبلش معامله هتل داشت. چطور یهو اعلام ورشکستگی کرد؟ نگران شدم. وقتی خبر رو به لیلا گفتم خیلی ناراحت شد. گفتم الان باید کنار پدرت باشیم. نباید بذاریم زمین بخوره. باید دستشو بگیریم. لیلا گفت تو هنوز دلت باهاش صافه مرساد؟ یعنی کینه‌ای از بابا نداری؟ از ته دلت میخوای این کارو بکنی یا فقط به خاطر منه؟ لبخندی زدم و گفتم قبل از اینکه با تو آشناشم اون دست منو گرفت و کمکم کرد بهترین زندگی رو برای خودم بسازم. من خوبیاشو فراموش نمی‌کنم. البته حضور تو زندگی من بی تأثیر نیست. با هم رفتیم آبادان. تو خونه هیچ کس نبود، نه خودش نه خدمه هاش. به گوشیش زنگ زدیم، خاموش بود. لیلا نگران شد. هنوز دم در خونهشون بودیم که همسایه از خونه بیرون اومد. وقتی لیلا رو دم در دید گفت حال پدرتون خیلی بد شده بود، بردنش بیمارستان. لیلا با شنیدن این خبر زد روی سر خودش و گفت وای خدایا، بابام چی شده؟ حالش خیلی بد بود. یعنی دارم بابامم از دست میدم همونطور که مادرم از دست دادم. دستشو گرفتم و محکم فشار دادم و گفتم بلند شو عزیزم.
نفوس بد نزن. انشالله که چیزیش نشده. وقتی به بیمارستان رسیدیم یکی از خدمه هاش به طرفمون اومد. لیلا پرسید فهیمه بگو چی به روز بابام اومده؟ فهیمه با صدای گرفته گفت وقتی رسید خونه دستشو گذاشته بود رو قلبش. ازش خواستم بره بیمارستان اما مخالفت کرد. گفت حالش خوبه. منم رفتم نهار آماده کنم. یهو صدای افتادن چیزی روی زمین اومد. وقتی رفتم دیدم بابا نقش زمین شده. زنگ زدم آمبولانس اومدن و بردنش. گفتن که سکته کرده. الانم فکر کنم 1 ساعته که به هوش اومده. لیلا سری رفت ملاقاتش. توقع داشتم مثل همیشه با اون اقتدار سابقش با لیلا برخورد کنه، اما همه چی عوض شده بود. اون دیگه آقای بهرامی سابق نبود. وقتی دیدمش شوکه شدم. خیلی شکسته شده بود. زبونش سنگین شده بود و به زور میتونست 1 کلمه حرف بزنه. به ما 2 نگاه میکرد اما چشاش پر از اشک بود. دلم به حالش سوخت. میدونستم دقیقاً به چی فکر میکنه. دستشو گرفتم و گفتم غم نباشه آقای بهرامی. هرچی از دست دادی و دوباره با هم به دست میاریم. ما کنارتیم و تنهات نمیذاریم. بعد از 1 هفته مرخص شد. برای اینکه ازش مراقبت کنیم آوردیمش خونه خودمون. متوجه رفتار عجیبش شدم. انگار از یه چیزی میترسید. خیلی کنجکاو بودم بدونم جریان چیه. میدونستم نمیخواد لیلا چیزی بفهمه. برای همین وقتی لیلا خونه نبود از فرصت استفاده کردم و پرسیدم دقیقاً از چی میترسید آقای بهرامی؟ گفت حواست به لیلا باشه، چون رقبا قصد دارن شما رو هم زمین بزنن. گیج و من نگاش کردم و گفتم چرا قصد دارن ما رو زمین بزنن؟ ما که توی معامله های شما نبودیم. گفت اون یه کینه قدیمی از من به دل داره. قسم خورده منو هر کسی که کنارم باشه زمین بزنه. با دوز و کلک همه چی ازم گرفت و هنوزم میخواد ادامه بده. گفتم چه کینه ای؟ گفت دنیای تجارت و کار همینه، پر از رقابت و کینه است. تو هنوز به اون مرحله نرسیدی، فقط مشکلات جزئی شو دیدی. من اون موقع تازه کار بودم اما تو کار تجارت کسی حریفم نمیشد. خیلی بلند پرواز بودم و هنوزم هستم. اون موقع غرور جوونیم خیلی زیاد بود. یه روزگاری برای پدر همین رقیبم کار میکردم. هر بار یه کار بزرگی براش انجام میدادم. ازش پاداش میخواستم و اونم دریغ نمیکرد. از طرفی پسرش هم سن و سالم بود اما همیشه از کار فرار میکرد. برای همین همیشه من مورد تحسین پدرش بودم. حتی بارها جلوش میگفت از بهرامی یاد بگیر، اون از همه فرصت‌ها استفاده میکنه. الان اون هر چی داره از ارث پدریشه، ولی من هر چی دارم از سخت‌کوشی خودمه. اما این به نظرم دلیلی برای کینه نبود. گفتم یعنی فقط همین باعث کینه شد؟ گفت نه، کینش فقط این نبود. بابت دختری هم بود که عاشقش بود، اما اون شد زن من و مادر لیلا. اوضاع خیلی بد بود. من نمیخواستم لیلا تو موقعیت بدی بیفته. برای همین ازش خواستم یه مدت تو خونه بمونه تا این مشکلات حل شه. هرچند مخالف خونه نشینی بود به سختی قانعش کردم. البته دلیل اصلی این درخواستم رو نگفتم. نمیخواستم چیزی بفهمه، چون پدرش ازم خواسته بود که لیلا از این ماجرا بویی نبره. چند باری که با شرکت رقیبمون ارتباط گرفتم فهمیدم خلاص شدن از این مسئله کاری ساده‌ای نیست. من هنوز نمیتونستم با همچین آدمایی سر و کله بزنم. برای همین از آقای بهرامی خواستم خودش این مشکل رو حل کنه. هنوز حالش کاملا خوب نشده بود. اما خب خودش رفت و رو در رو با هم نشستن و حرف زدن. بالاخره با هم به یه توافقی رسیدن. اون یه مبلغ خیلی کلان از آقای بهرامی خواست و اونم برای خلاص شدن و البته برای نجات لیلا قبول کرد. هرچند دیگه همچین پولی تو حسابش نداشت و مجبور شد املاکشو نقد کنه. بعد از ماها کشمکش و سختی بالاخره به آرامش رسیدیم. آقای بهرامی ازمون خواست دوباره به آبادان برگردیم، اما لیلا کارش توی اهواز رونق گرفته بود و با برگشتن مخالف بود. الانم من و لیلا و پدرش با هم در کنار هم کارو پیش میبریم. خب لیلا به کارش توی اهواز ادامه میده و منم همچنان در رفت و آمدم. ولی خب کارم خیلی پیشرفت کرده. بابای لیلا دوباره داره سر پا میشه توی کارش. امیدوارم که زندگی همه رو به راه باشه و غم و مشکلات راهشو به زندگیتون پیدا نکنه. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و داستان زندگی منو گوش کردید و ممنونم از شمیم خانم به خاطر روایت داستان زندگی. اینم از پایان داستان زندگی مرساد. امیدوارم که از این داستان زندگی تجربه لازم رو کسب کرده باشید و درس لازم رو گرفته باشید.
خوشحال میشم کانال داستانهای شهر رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال، لایک، کامنت و شیر کردن و پست کردن داستانها برای دوستانتون فراموش نشه. این روزام حمایتتون خیلی ضعیف شده. ممنون میشم مثل گذشته ها منو حمایت کنید و کمک کنید کانال دوباره بالا بیاد و مثل گذشته ها با وجود شما بدرخشه. و اینکه دوستای عزیزم در کانال شمیم داستان ادامه سرگذشت شنیدنی باوان رو براتون گذاشتم. اگه نشنیدید حتما گوش کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. و همچنین یه سرگذشت ترسناک، جذاب، هیجانی مثل سرگذشت راهی رو توی کانال صدای تو گذاشتم. اگه همچین سرگذشتایی رو دوست دارید و نشنیدید حتما گوش کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. و در پایان دوستای مهربونم، اگه دوست دارید داستان زندگیتون با صدای من روایت شه، عضو کانال تلگرام ما شید و همچنین به آیدی تلگرام من پیام بدید که شخصاً با من در ارتباط باشید برای هماهنگ شدن. دوستدار همیشگی شما، شمیم.